حافظ ابن قدامه رحمت الله علیه در کتاب عمده حدیث 226 را ذکر کرده گفتند که عن عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما قال تمتع رسول الله صلی الله علیه وسلم فی حجة الوداع بالعمرة الى الحج و اهدى. این حدیث ها کوتاه خوانده ترجمه میکنم برای اینکه حدیث دراز است. اگر خوانم اگر اول عربی شه بعد تاجیک شه برای تماشابینا شاید ملال شود. بنابراین یه جمله خوانده ترجمه میکنم. خاصتا برادرایی که در حج هستید، حج کردنی هستید، این مهم است، علال خصوص اونایی که حج تمتع میکنید. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میگن که پیامبر صلی الله علیه وسلم تمتع کردند در حجة الوداع با عمره به حج. یعنی اصلا حج پیامبر صلی الله علیه وسلم حج قیران است، لیکن ببینید عبدالله ابن عمر میگن که پیامبر صلی الله علیه وسلم تمتع کردند. مراد از کلمه تمتع در اینجا یعنی در یک سفر دو عبادت را کردند، هم عمره کردند هم حج کردند. نه تمتعی که اصطلاحی، تمتع شرعی که باید یه بار عمره کند و حلال شود و بعد حج کند، او تمتع است، حج تمتع. مراد ابن عمر از این تمتع این است که در یک سفر دو عبادت را کردند، یعنی سبوک کردند. و اهدا یعنی هدی کردند، به خانه قربانی کردند. فساق معه هدیه، همون مدینه هدیه همراهشان ساقه یعنی رانده آمدند، شترها را پیش گرفته آمدند. من ذی الحلیفه، از همون ذی الحلیفه از مدینه شترهاشون آوردند. و بدأ رسول الله صلی الله علیه و سلم فاهل بالعمره، یکم کاری که پیامبر صلی الله علیه و سلم کار کردن نیت عمره کردن. وقتی سفری حج کردن نیت عمره کردن. ثم اهل بالحج، ثانی نیت حج کردن. فتمتع الناس مع رسول الله صلی الله علیه و سلم بالعمره الى الحج، مردم هم تمتع کردن همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم از عمره به حج، یعنی هم عمره هم حج در یک سفر کردن. برای اینکه واقعا در اون زمانها، در زمان ما هم آسان نیست، بله اگر نسبتا قیاس کنیم آسان است به اون زمان، لیکن در همین زمانه حج کردن یعنی آسان نیست. هر کس پولی حج ندارد، هر کس با پول داشته باشد نوبتش نمیرسد، هر کی رفته نمیتوند. امسال سلامتی پیدا کنید پول پیدا نمیکنید، پول پیدا کنید سلامتی پیدا نمیکنید. حالا بسیاری از یار و دوستا برادرای طالب علمم مثال یک وقتی 10 سال 15 سال طلب علم کردن، بعد مشکلی ها شد طلب علم ترک کردن، به کار دنیا در آمدن. ولی میخواهند که ترک کار دنیا کنن، براین روی به علم و روی به کتابخوانی برن، نمیتونن. همیشه در نیتاشون هست که یه روزی شود که شرایطی پولی ما خوب شود و ما هم کار نکرده فقط کتاب خونده شینیم. لیکن وقتی که اون روز میرسد یا چشم کار نمیکند برای خواندن، یا دیگه میان در میکند دیگه نشسته کتاب خواندن نمیتونید، یا دیگه نعوذ بالله گوش یا کار میشد یا اعضاها از بین میرد، وقت پیدا میشد سلامتی نمیشد. بنابراین عاقل آن آدمی که هر لحظه‌ای که هست همون غنیمت میداند. یعنی امروز وقتی که امکانیت مالی سلامتی دارید روید. حالا من بسیار آدما میگن سال گذشته قدرت پولی داشتم حاضر پولی ندارم، یا سال گذشته پول نداشتم حاضر اکنون پول دارم و اکنون سلامتیم خوب نیست، یا یه مشکلی دارم که سفر کردن نمیتونم. بنابراین کسی قدرت دارد وقتی سلامتی وقتی نعمت را غنیمت داند. خلاصه وقتی که آدم در یک سفر هم عمره و هم حج کند این تمتع است. این آسانی هست که در یک سفر دو عبادت دو فرض از ذمه‌اش ساقط میشد. بنابراین به قول صحیحی که از عمره هم فرض است میگم. مثلا حج فرض بودنش اختلافی نیست، اجماع است. حج با نص قرآن فرض شده است، اما عمره طایفه از علما فرض میگن، طایفه از علما سنت میگن. بنابراین به قول فرضیش هم در همین سفر هر دوش تمام میشه داخل، کسی حج تمتع کند یا قران کند. خب فکان من الناس من اهدى فساق الهدي من ذی الحلیفه، از بین حاجی ها ابن عمر میگه که حاجی های بودن که آدمایی بودن که از مدینه از ذی الحلیفه
هدی خود قربانی خود همراهشون آوردن به مکه. ببینید 500 کیلومتر قربانی هاشون همراهشون گران رفت. ولی خودتون برداشته رفتن در این ایام گرمی یک مشکلی است. با همراهتون گوسفند، گاو یا شترتون باشد و با آوردن یک مشکلی دیگر است. می آوردن. خب و منهم من لم یهدی، از بین حاجی ها بودن که همراهشون قربانی نمی آوردن، همه مکه خریده میکردن. فلما قدم النبی صلی الله علیه وسلم قال للناس، وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به مکه رسیدن و مردم گفتن که من کان منکم اهدا فانه لا يحل من شیء حرم منه حتی یقضی حجه، کدام آدمی که از بین شما از دیارش قربانیش همراه خودش آورده باشد اون آدم از عمرش حلال نشود. عمره که کردید از احرام نمی براید. از همه عبادت دشوار این عبادت قیران است. حج قیران مشکل است. حج تمتع آسان است واقعا. عمره میکنید حلال میشید، با سر و لباسای خودتون میپوشید، زنتون براتون گشته حلال میشد، ناخن گرفتن و موی گرفتن و همه عطر پاشیدن و همه کارهایی که حرام شده بود گشته حلال میشد. تا روز 8 ذوالحجه تمتع کرده میگردید در مکه، یعنی لذت میبره. اما قیران نه. شخص قارین و مفرید، آدمی که حج افراد کرده است، یعنی فقط حج نیت کرد یا قیران کرده است، این آدما نمیبرن از احرامشون. همین احرام که میگردن، خواه 1 ماه است، خواه 10 روز است، خواه 1 هفته است، با همین احرام میگردن، محظورات احرام رعایت میکنن، در داخل عبادت باقی میمونن. بنابراین پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن که من کان منکم اهدا، کدام آدمی که قربانیش از کشورش آورده باشد و حلال نمیشد و در احرام باقی میموند حتی یقضی حجه، تا آدمی که حجش به آخر نرسد، یعنی آدمی قارین. کسی حج قیران میکند عمره کرده حلال نمیشه، موش پس کرده نمیبراید از احرام، باقی میموند. بله در بین تاجیکای هم بودن آدمای قیران میکردن، یگان داملاها یا آدمایی که بسیار حج کردگی، میگم چی حج کردید؟ حج قیران کردیم. گفتم خوشا به حالتون. یعنی بعضی آدمای ما هم هستن قیران میکردگی ها، لیکن اکثری مردم ما حج متمتع میکنن. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که و من لم یکن اهدا، کسی که قربانیش همراه خودش نآورده باشد فلیطوف بالبیت و بالصفا و المروه، طواف خانه کند در گرد کعبه و صفا و مروه کند، ولی یقصر، موش کوتاه کند، ولی احلیل، حلال شود. عمره کرده میشه، طواف میکنید، صفا و مروه میکنید، موی قیچی میکنید. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم فلیقصر گفتن، کوتاه کند. آدمی تمتع کننده بهتر این است که کوتاه کند موش. برای چی؟ برای اینکه تا اینکه در حج تراشد، حاضی کل شود. اگر بدی 2 روز با حج باشد، با تراشیدن بعد مشکل میشد. بعضی آدم خودش موی ندارد بیچاره، با تراشیدن با لیزوه، با اسطوره، تیغ، مشکلی دیگه، پوست دیگر میاد، بعدی 2 روز با حج شود. بنابراین خوب است که آدمی که تمتع میکنه در عمره موش کوتاه کنه، حلال شود. ثم لیحل بالحج ولیهدی، ثانی روز 8 ذوالحجه شد گشته نیتی حج میکند، لبیک حجان میگد و گشته نیتی حج میکند، یعنی در یک سفر هم عمره هم حج میکند. ولیهدی، لیکن برای اینکه در یک سفر 2 عبادت را جمع کرد، یک قربانی میکند، یک گوسفند کشته میتید برای فقرای مکه. فمن لم یجد هدیا، کسی که اگر امکانیتی گوسفند کشتن نداشته باشد، فلیصوم 3 ایام فی الحج و 7 اذا رجع الى اهله. خب در بعضی نسخه های ها 7 آمده است، لیکن این 7 در نص حدیث تغری است، در آیت بله. خب فمن لم یجد هدیا، کسی که اگر قربانی کردن امکانیت پیدا نکند، برای گوسفند کشتن پول نداشته باشد، 3 روز روزه دارد و 7 روز در شهرش، 3 روز در حج. نه اینکه مثلا $1000 $2000 دارد و نمیکند قربانی، جاش به روزه میدارد، بعد این 2000 چه میکنه؟ که ببین پدرکه میخریم، تحفه میخریم برای دیگه زیارت جا. نه آخه گوسفند میکشید و این ندارد، ما نداشته باشد، همراهش نداشته باشد، این آدم 3 روز در مکه روزه میدارد، 7 روز در
وطنش وقتی که برمیگردد روزه داشته میدهد، برای آنکه قربانی کرده نتوانست. شریعت اسلام با اون کاری که بنده قدرت ندارد امر نمی کند. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله تعالی یگان بنده را بالاتر از طاقتش فرمان نمی دهد. لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. کدام آدمی که زندگیش تنگ است به قدری همون درآمدش، به قدری پولش خیر و سخاوت و نفقه کنه به همسراشم. لا یکلف الله الا ما آتاه. الله تعالی سپارش نمیدهد، فرمان نمیدهد مگر اون کاری را که آدم قدرتش دارد. یا آدمی که گوسفند ندارد، برای گوسفند قربانی کردن پول ندارد، الله وی امر نمی کند که قرض گیر گوسفند کش. برای وی میگوید که 3 روز روزه دار در مکه، 7 روز وقتی که به کشورت برگشتی روزه داشته میدی، 10 روز میشد. الله تعالی که تلک عشرة کامله، این دهه پر میشد. خب فطاف رسول الله صلی الله علیه و سلم حین قدیم مکه. عبدالله ابن عمر گفتند که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که به مکه آمدند طواف کردند. استلم الرکن اول شی. اولین کاری که حالی طواف شروع نکرده کاری کردن، رکن را با دستشان مالیدن، رکن یمانی را. اما حجر الاسود را بوسه کردن. یا اینکه اگر بوسه کردن نتوانند پیاده نباشن، با شتر باشن، عصاشان را خیلی که در روایتی گذشته گفتیم به دسته که عصا را به حجر الاسود رساندن و آن را بوسه کردن. خب ثم خب 3 اطواف. ثانی 3 طواف اول دویدن، یعنی دویدنی که قدم ها را تیز تیز گذاشتن. از همین 7 دور 3 دوره آن را تیز حرکت کردن، دویدن و مش اربعتا در 4 دوره دیگرش قدم زدن، راه گشتن. و رکع حین قضا طوافه بالبیت عند المقام رکعتین. وقتی که 7 دور شد در روبروی مقام ابراهیم 2 رکعت نماز خواندن، نماز طواف. الله تعالی گفت که واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. از پشت مقام ابراهیم نمازگاه گرفتن. بعضی آدما هم در روی صحنه حج آدما طواف کرده در آن بالای سنگ میخوانند. نادرست است برادرها. روید ها یگان جای پنهانی پشت دیوال، پشت ستون، یعنی جای آرام بگذارو 500-600 متر دور باشد. در همین داخل مسجد جایها پر است. روید بعد خواند. اگر در پشت مقام ابراهیم جا نیابید، در تمام جای حرم خانه شدن میگیرد. در پشت مقام ابراهیم خواندن کاری خوب است، مستحب است، حتمی نیست. امکانیت هست خوانید، امکانیت نیست در دیگر جای حرم هم خوانید. 2 رکعت نماز طواف خوانید شد. ثم سلم فانصرف فأتى الصفا. وقتی که از 2 رکعت نمازشون سلام دادن، در رکعت اول قل یا ایها الکافرون خواندن بعد سوره فاتحه، در رکعت دوم اخلاص. بعد به نزد صفا آمدن، کوه صفا بر آمدن. فطاف بالصفا والمروه 7 اطواف. بین صفا و مروه 7 طواف کردن. یعنی از صفا میرید به مروه، از مروه گشته میبینید به صفا. رفت 1 حساب میشد، آمد 2 حساب میشد. رفتید از صفا تا مروه رفتید 1، از مروه تا صفا آمدید 2. گشته از صفا تا مروه میرید 3، گشته میبینید 4، میرید 5، میآیید 6، میرید 7. یعنی در مروه تمام میشد عبادت. از صفا شروع میکنید در مروه تمام میشد. خب ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه. وقتی که صفا و مروه کرده شدند به پیامبر صلی الله علیه و سلم اون چیزایی که حرام گشته بود حلال نشد. مانند دیگر حاجی ها موهاشون قیچی کرده از احرام نبر آمدند، بلکه همین خیل همه کارها برای ایشان ممنوع باقی بماند. و نحر هدیه یوم النحر. و قربانی هاشون، شترهاشون روزی عید قربان نحر کردن. نحرم به معنای کشتن، لیکن ذبح و نحر های. ذبح از اینجا میشد، نحر از اینجا میشد. اون شتر گردنش 1 متر زاید است. اگر از اینجاش برید، اگر خون در آمدنش دشوار است. وقتی که از این نزدیکی بدنش
نزدیکی تنش میزنید گردنشه، خونش با آسانی میبراید، جانش با آسانی میبراید. اما گوسفند هیچ گپ ندارد، گردنش رنگ گردنی ماه است. گاو اگر گردنش دراز باشد مثل شتر نهر کرده میشد، اسب. اما گوسفند همه وقت ذبح کرده میشد. خب شتر همه وقت نهر کرده میشد. گاو به تفصیل دادن، گاوی که گردنش میده است ممکن است که ذبح کنید، اگر گردن دراز باشد ممکن است که نهر کنید. نهر یعنی از اینجا بریدن، از جایی که به بدن نزدیک است. خب وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم قربانی هاشون کردند و افاض فطاف بالبیت، فرو آمدند و در گرد خانه طواف کردند. ثم حل من کل شیء حرام منه، هر کاری که به پیامبر صلی الله علیه و سلم حرام گشته بود همش بعد طواف حلال شد. و فعل مثل ما فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم من اهدى فساق الهدی من الناس. همین رفتاری که پیامبر صلی الله علیه و سلم کردند، همین کار عیناً همون صحابه های کردند که مثل پیامبر صلی الله علیه و سلم از دیارش قربانیش را آورده باشد. کسی قربانیش را از کشورش اگر آورده باشد وای حج قیران میکند. اما قربانی از مکه خریدنی باشد حج تمتع کنید بهتر است. لیکن اگر کسی قیران کردنی باشد هم میشد. شرط نه که حج قیران باید قربانی را از کشورش یا از بیرونی مکه بیارد. نه، این شرط نه، مستحب است، خوب است که بیارد، لیکن نتواند از این مکه خریده قربانی کردن میگیرد، این هم قیران میشد. خب در همین قدر در مسئله حدیث توقف میکنیم.